درختان باغ دماوند بار دادند جز درخت گلابی، درخت طناز و خودنمای گلابی. و این حقیقت رسوا کننده را باغبان پیر سمج هر روز اول صبح به گوش من میرساند. چشم را که باز می کنم پشت پنجره اتاقم منتظر ایستاده و نمیفهمد که سرنوشت مغموم گیاهان ابله و خوشی و ناخوشی سبزه و علف و علوفه ربطی به من ندارد، به من نویسنده و فیلسوف و شاعر، و متوجه نیست که حواس من جای دیگر است، جایی ماورای اتفاقهای کوچک زمینی و حادثه های حقیر روزمره. آقا جان آقا جان آقا باید امسال بالاخره این کتاب طلسم شده لعنتی را تمام کنم. هیچ عذر و بهانه‌ای ندارم. در این باغ دور افتاده نه آدمی هست که وقتم را با پرحرفی و بحث و مناظره و البته مصاحبه تلف کند، نه برو بیایی، نه زن و بچه‌ای. هیچ چیز جز وقت فراوان و آفتاب تابان و سکوت و آرامش، یعنی تمام امکانات مفید برای ابداع و آفرینش. همه چیز جز این آقای باغبان. چیه؟ باید به او بفهمانم که ارباب محترم برای انجام کاری مهم و حیاتی به این خراب شده آمده و نوشتن اثر جاودانش برای خود و خانواده و شهر و سرزمینش و ای بسا دنیا اهمیت و ارزش بسیار دارد. حرفی درباره اون درخت گلابی داشتم. همه چیز رو به راست. 3 جور عینک، هر یک با دیدی خاص برای انواع بینش ها، مداد، قلم و همه نوع وسایل تحریر. وقتی شروع به نوشتن کنم دیگر بر نخواهم خواست. 1 ضرب 50 صفحه خواهم نوشت. درباره چی؟ پرسش خوبی است. جوابم ندارد، چون هنوز نمیدانم چطور بگویم. آقا جان آقا جان ببخشید حالتون خوبه؟ خیلی ببخشید بی زحمت یه نگاهی به این درخت گلابی بندازید. با خودم حساب میکنم که اگر ساعتی 1 صفحه بنویسم و روزی 10 ساعت کار کنم میشود روزی 10 صفحه، هفته 70 صفحه. حسابش آسان است. اگر مثل آدم کار کنم تا اول زمستان نزدیک به 1000 صفحه نوشتم. 2 جلد مقوایی زرکوب آماده دارم. اگر با حروف درشت چاپش کنم میشود 4 جلد. آقا جان سلام علیکم. پدر جان سلام علیکم. پدر جان جناب مش حسن، چطوری شما؟ مشروطه جناب مش حسین به من مربوط نیست. گور پدر هر چی درخت گلابی و هر چی نبات و گیاهه ولم کنده. نه نباید کنترل اعصابم را از دست بدهم.
عصبانیت کارم را عقب میاندازد. کدام کار؟ نوشتن. معلومه. تند و مداوم و راحت و آسون نوشتن. مثل نفس کشیدن، مثل نگاه کردن، مثل وجود داشتن.